جزیره کنار هم دیگه. این جزایر شامل 2 تا جزیره بزرگ و مهم ایرلند و بریتانیای کبیر و چندین جزیره کوچیک مثل جزیره من و جزیره لوئیس و هریس هستند. پس یعنی بریتانیای کبیر یک اصطلاح جغرافیاییه و هیچ کشوری به نام بریتانیای کبیر وجود نداره. یعنی بریتانیای کبیر فقط اسم یک جزیره است. همینطور که جزیره ایرلند هم اسم یک جزیره است، نه یک کشور. اما حالا این جزیره ایرلند خودش از 2 تا کشور ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی تشکیل شده و جزیره بریتانیای کبیر هم خودش از 3 تا کشور انگلستان، اسکاتلند و ولز تشکیل شده. این اصطلاح بریتانیای کبیر هم مثل همون آسیای صغیره که به منطقه آناتولی یا ترکیه امروزی گفته میشه. پس تا اینجا فقط اصطلاحات جغرافیایی مناطق رو گفتیم که 2 تا جزیره بزرگ از مجموعه جزایر بریتانیا، یکی جزیره بریتانیای کبیر و یکی دیگه جزیره ایرلنده. اما وقتی به بحث تقسیمات سیاسی و کشورها میرسیم، وضعیت یک کمی پیچیده تر میشه. بزرگترین کشور مجموعه جزایر بریتانیا کشور انگلستان یا انگلیسه و این کشور در نیمه جنوبی جزیره بریتانیای کبیره و پایتختش هم لندنه. دومین کشور اسکاتلنده که در شمال جزیره بریتانیای کبیر قرار داره و پایتخت اون هم شهر تاریخی ادینبروست و مردم این کشور هم جز اسکاتلندی به زبانهای گایلیک و اسکاتس هم صحبت میکنن. ولی به جز این 2 تا کشور کوچیک ولز هم در جزیره بریتانیای کبیر قرار داره که پایتخت اون هم شهر کاردیفه و زبان بومی مردم هم تو این کشور ولزیه. هر کدوم از این کشورها هم مستقل از هم دیگن و پرچم متفاوتی هم دارن. پرچم انگلستان پس زمینه سفید با یک صلیب قرمز روی اونه. اسکاتلند پرچمی با زمینه آبی و یک ضربه‌در سفیده و ولز هم 2 نوار افقی سفید و سبز داره که یک اژدهای سرخ هم روی اون نقش بسته. اینا کشورهای جزیره بریتانیای کبیر بودن. اما خود جزیره ایرلند که گفتیم دومین جزیره بزرگ این مجموعه جزایر هم هست، از 2 تا کشور تشکیل شده. ایرلند شمالی که پایتخت اون شهر بلفاست و جمهوری ایرلند که شهر دوبلین پایتخت اونه. ایرلند شمالی پرچم رسمی نداره اما چندین پرچم غیر رسمی داره که یکی از اونها یه پرچم سفید با یه ضربه‌در قرمز روی اونه که گاهی به عنوان پرچم ایرلند شمالی استفاده میشه. و پرچم ایرلند جنوبی هم یا به عبارتی همون جمهوری ایرلند هم از 3 خط عمودی سبز، سفید و نارنجی تشکیل شده. اما به جز این کشورها یه جزیره کوچیک دیگه هم هست که حاکمیت مستقلی داره و عملاً یک کشور نیمه مستقل و نیمه خودمختار محسوب میشه به اسم جزیره من که بین 2 تا جزیره بزرگ بریتانیای کبیر و جزیره ایرلند قرار گرفته